روز وقت دارن که آمریکا را ترک کنن. نمی‌فهمم که شما از این گزارش‌ها چه چیزای جزئیات را در دست دارین. اپلیکیشن CBP1 هم از طریق دولت ترامپ فعلا به حالت تعلیق در آمده که احتمالاً دوباره یا باز شود یا نشود. هنوز در این مورد منابع چیزی نگفته و از طریق رسانه‌های آمریکایی هم چیزی نشر نشده در مورد بازگشایی دوباره این اپلیکیشن. و متاسفانه کسایی که از طریق این اپلیکیشن هم وارد خاک آمریکا شده بودند از طریق مرزهای آمریکای جنوبی، اینا هم ایمیل دریافت کردن که در این ایمیل ها با تفاوت کسایی که از طریق TPS داخل شده بودند وقت بسیار محدود بهشون داده شده که یک هفته بهشون وقت داده شده تا اینکه در مدت یک هفته باید خاک آمریکا را ترک بکنن. و تعداد کثیری از افغان‌های ما از جمله 900,000 که از طریق اپلیکیشن CBP وارد آمریکا شدن، اکثریت اونها را افغان‌ها تشکیل میدن که اونا با مهاجرت از آمریکا از افغانستان ببخشید وارد خاک‌های برزیل، خاک‌های مکزیکو شدن و از طریق مرزها که شب‌ها و روزها را اونجا سپری کردن با بدون داشتن آب و نان و تغذیه درست با بسیار مشکلات وارد خاک آمریکا شدن. متأسفانه این افغان‌ها هم شامل برنامه اخراج آمریکا هستند که اقامتشون در آمریکا به پایان رسیده. با گفته منابع وزارت امنیت داخلی آمریکا دیگه باید اینا به وطنشون برگردن و وطنشون هم جای مسئول است و اونا میتونن که زندگیشون به افغانستان دوباره ادامه بدن.